علیشیر سخاتوف فعال و بلاگر در شبکه یوتیوب خود حکومت ترکمنستان را تنقید و از بی‌عملی دیپلمات‌های این کشور برای حمایت از حقوق شهروندان در ترکیه شکایت می‌کرد. در یک صحبتش سال گذشته علیشیر با نسایه شیوریم گفته بود که ممکن است او را بازداشت کرده به ترکمنستان سپارند. Türkmenistan'a göndermek istiyorlar. اگر به ترکمنستان فرستند او را آنجا میکشند. من 4 فرزند دارم و نمیدانم چی کار کنم. کودکان در حالت بد قرار دارند. همه چی را میفهمند و لحظه بازداشت او را دیدند. آنها گریه کردند. امروز نمیخواستند به مکتب روند، اما من مجبور کردم. پنهانی از من گریه میکنند. فرزند خرده 3 ساله است. نمیتوانم آنها را تنها گذاشته به بیرون روم. 4 çocuğum nasıl bakacağım? مقامات قدرتی ترکیه همچنین بلاگر و فعال دیگری ترکمن عبدالله آروسوف را هم بازداشت کردند. احمد رحمانوف دوست و هموطنی او گفت ترکیه در سالهای اخیر چندین پناهجوی ترکمن از جمله بلاگر معروف فرهاد مهمانقلیف را بازداشت کرده به حکومت ترکمنستان سپرد. با گفته رحمانوف مهمانقلیف را در وطن به خاک سپردند. تصدیق درستی این اطلاع ناممکن است. احمد رحمانوف میگوید ترکمنها در ترکیه کوشش میکنند به همدیگر کمک رسانند تا به وطن برده نشوند. فعالانی که در ترکیه قرار دارند آنها چندان پولدار نیستند. بنابر به ما فعالان از اروپا و امریکا کمک میرسانند. ما پول جمع میکنیم و ادوکت میگیریم. حالا برای این 2 نفر وکیل دفاع گرفتیم و با قضیه آنها کار کرده ایستادیم. سالهای اخیر فشار علیه منقدان نظام بردی محمدی‌ها در ترکیه افزایش یافته است. فعالان ترکمن از آن نگرانند که انقره پنهانی حتی فعالانی را که مقام پناهندگی دارند بازداشت کرده به مقامات قدرتی ترکمنستان میسپارند. پناهجویان کشورهای آسیای مرکزی بارها گرد همایی و تظاهرات کرده تلاش نمودند توجه حامیان حقوق را به مشکل خود جلب کنند. اعتراضگران معرکه بازداشت فعالان را به نقشه انقره عاید به ساختمان لوله آب و گاز از ترکمنستان ربط می‌دهند.